به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان بیننده، بیایید این لحظه ها صفحه از صفحه های تاریخ دولتداری اسلام رو ببینیم و یا بیایید با هم ببینیم آیا این شعار و یا دعوای مشهور که همیشه صدا می‌دهد دین از دولت جداست، سیاست از دین جداست، ببینیم که تا کجا حقیقت دارد، آیا درست است یا نه. ما و شما دوستان عزیز حضرت عمر فاروق رضی الله عنه این خلیفه عادل را میشناسیم. نه تنها ما مسلمانان بلکه غیر مسلمانان نیز ایشان را میشناسند. مورخان شرق و غرب حتی از غیر مسلمانان اعتراف دارند که عالم همچون ایشان راهبری عادل را ندیده است. مثلا تاریخ‌نگار امریکایی و دیپلمات مشهور واشنگتن ایروینگ که سال 1859 وفات کرده است، حضرت عمر را خلیفه عدل و استقامت نام برده است. یا ویلیام دورانت، مورخ دیگر امریکایی، یکی از بزرگترین متفکران امریکا، مؤلف دانشنامه مشهور تاریخ تمدن که سال 1981 وفات کرده است و از نامورترین متفکران معاصر امریکا است و این تاریخ نگار و جامعه شناس است، میگوید حضرت عمر سخت به دین پایبند بود و این از هر مسلمان طلب میکرد تا مقدار موی از راه فضیلت کج نگردد. یعنی متفکران، مورخان با وجودی که از غیر مسلمانانند به بزرگی و به عدالت و استقامتی این راهبری مسلمان اعتراف دارند. پس به صفحه های عمر با برکت این راهبری عادل را بنگریم. صفحه‌ای که در آن عیان می‌گردد که دین از دولت هرگز جدا نبوده، سیاست با شریعت یک جا پهلوی هم بلکه آمیخته با همند. دوستان عزیز، در دوران خلفای راشدین حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین، از بس که قلمروی دولت اسلامی خیلی وسیع گشت، خلفا در شهر و نواحی والی ها تعیین می‌کردند. مثلا در شام، سوریه امروز با قسمتی از اردن والی تعیین می‌گشت، یا در مصر والی دیگر تعیین می‌گشت. در منطقه‌ای که امروز همچون یک کشورهای علاهیده محسوبند والی تعیین می‌گشت، و یا در شهری مثل شهر بصره یا شهر کوفه از شهرهای عراق امروز والی تعیین می‌شد از جانب خلیفه، از جانب حکومت مرکزی یعنی مدینه منوره. البته والی نه به معنای رئیس ولایت یا رئیس ناحیه به مفهوم امروزه، بلکه والیان در آن زمان راهبران آن کشور یا آن شهردار آن شهرها بودند که کاملا اداره آن شهر یا آن کشور در اختیار داشتند. ولی در مسائل های اساسی مثل جنگ و صلح و لشکرکشی و غیره خلافت را، مرکزی دولت را، مدینه منوره، حضرت عمر را مثلا اطاعت میکردن، گوش میکردن، اما در دیگر امور اداره آن کشور یا شهر کاملا صاحب اختیار بودند. والیان در آن دوران دوستان عزیز از طبقه مردمان عادی انتخاب نمیشدند، بلکه صحابگان و تابعیان، بلکه از طبقه مفسران، محدثان، فقیهان صحابگان و تابعین انتخاب شده تعیین میگشتند. همه آنها بدون استثناء به خصلت‌های عبادت، آخرت جویی، زهد و تقوا معروف بودند. قصه زهد صحابی بزرگوار سلمان فارسی رضی الله عنه مثلا که والی شهر مدائن بود معروف است. حتی اگر شخص او را قبلا نمیشناخت، بار اول میدید از اینکه خیلی عادی میپوشید، عادی میگشت در میان مردم، در میان رعیت، او را از عامه مردم فرق نمیکرد. بار چنین هم شده بود که وقتا تاجر با کالای خود به شهر مدائن میدراید، والی شهر سلمان فارسی را میبیند ولی نمیشناسد، گمان میکند که کدام یک شخص عادی از میان رعیت است و با او خطاب میکنند، میگه ای مردی درویش، آیا همین بار مرا تا بازار نمیرسانی؟ من حق خدمتت را میدهم. درخواست میکند. سلمان فارسی نیز میلش میگوید باری مرد تاجر را گرفته روی کتفش میکند و با هم میروند. در راه وقتا با مردم ملاقات میکنند، سلام میدهند. مردم در جواب سلام میگن و علی الامیر السلام، بر امیر نیز سلام. و این مرد حیران میشود که مردم به کدام امیر سلام میداده باشند. وقتا کمی دیگر میروند، بعضی مردم آمده از دست حضرت سلمان میخوان این بار را گیرند، میگن امیرمان گذارید این کار را ما کنیم. گفته
خطاب میکنن، این مرد تاجر غریب پی میبرد که اون نه مردی کار عادی را بلکه والی شهر را کار فرموده. یعنی این شخص والی مدائن بوده، راهبر کشور یا شهردار این شهر بوده. این مرد خیلی خجالت زده می شود، عذرخواهی میکند، میخواد از سلمان فارسی بارش را بگیرد. حضرت سلمان میگه نه، مگر اینکه تا بازار تو را برسانم. یا مثال دیگر از پهلوی هم بودن دین و دولت، سیاست و شریعت، والی شهر حمص سعید ابن عامر جمحی، صحابی بزرگوار دیگر، وقتا مردمان از شهر حمص به مدینه نزد خلیفه می آیند، حضرت عمر درخواست میکند که شما فقیران شهرتان را یک رویخط کنید تا از حساب بودجه دولت، این از بیت المال، برایشان کمک مالی رسانیم. وقتی رویخط آماده شده به خلیفه تقدیم میگردد، ببینید که در اون رویخط در میان نامهای فقرا و بینوایان نام سعید ابن عامر جمحی است. میگوید این کدام سعید است؟ میگن والی شهر. میگوید امیرکم فقیر، امیر شما فقیر است؟ میگن بله. روزها میگذرد، هفته ها میگذرد، حتی ماه ها میگذرد، ولی در خانه او ما دودی آتش نمیبینیم، از فقر و ناداری چیزی ندارد، طعام پزد. بنابراین در رویخط فقرا او را پیشنهاد کردند که خلیفه با دیگر فقیران شهر به او کمک کند. این از راهبری و امانتداری و شهرداری مسلمانان در گذشته تاریخ. وقتا دین با دولتداری یک جا بود، وقتا شریعت از سیاست جدا نشده بود، سیاستی میکویلی یعنی بالای مردم حاکمیت نمیکرد، شریعت الهی، قانون خداوند آفریدگار که مردم را اداره میکرد، حاکمیت میکرد، اخلاق مردم اخلاق امیران و سلاطین و راهبران چنین بود. حالا ثروت کمترین منصبداری بلندپایه دولت از بزرگترین تاجر شهر بیشتر است. چرا؟ چون که یک قسمت زیادی مال آن تاجر و تاجران دیگر، حتی قسمتی از مال فقرا به جیب آن منصبدار می رود. اونگونه که گفتیم دوستان عزیز، والیان و راهبران شهرها از طبقه فقیهان، محدثان و مفسران بودند. یعنی دین از دولت جدا نیست، سیاست از شریعت جدا نیست. میتواند یک مفسر و یا یک فقیه شهردار باشد، میتواند یک محدث دادستان باشد یا وزیر مالیه باشد. مثلا در دوران خلافت حضرت عمر، راوی اسلام، شخصی که همیشه نام ایشان را در روایت حدیث میشنویم، حضرت ابو هریره مثلا، یکی از زاهدان صحابه. این شخص والی شهر بود، والی شهری بحرین بود. این چنین مفسری طبقه صحابگان ملقب به ترجمان قرآن، حضرت عبدالله بن عباس، والی شهر بود. این چنین صحابی دیگر ابو عبیده جراح، این یکی از 10 صحابی است که به جنت مژده داده شده بودند، از بزرگان صحابه، از به تعبیر 10 یار بهشتی. این از والیان حضرت عمر بود. این چنین ابو موسی اشعری، فقیه صحابگان، مفتی در میان صحابگان، والی شهر عراق بود. مثلا این فقیهان و مفسران و محدثان شب در محراب عبادت و روز در خدمت رعیت بودند. حضرت عمر در مسئله تعیین والیان خیلی سختگیر بود، خیلی از امتحانهای زیاد آن والی را میگذراند، سپس به این منصبی بلند البته پرمسئولیت تعیینش میکرد و بعد تعیین کردن نیز جان آن والی از حضرت عمر خلاصی نداشت. تمامی مناسبت‌های جمعیتی او، درآمدی او، تمام کار فعالیتش را نظارت میکرد. از پشت والیان جاسوس‌ها، یعنی ناظران مبارزه با فساد میشود گفت، تعیین میکرد تا ببینن که آن والیان به چه کار و فعالیتی مشغولند. داستان آتش زدن در خانه سعد بن ابی وقاص که از صحابیان بزرگوار است، از آن 10 صحابی مژده شده به جنت است. وقتا والی کوفه تعیین شده بود، حضرت عمر در خانه‌اش را آتش زد برای یک کمبودی که از او صادر شد. اینچنین حضرت عمر اشیای خانه مجاشه ابن مسعود والی بصره را پر مصادره کرده در بیت المال گذاشت. وقتا از او خلل دید، یعنی به نهایت به آنها سختگیر بود و نظارت میکرد همیشه. یعنی حضرت عمر به تقاضای مسئولیت خویش که خلیفه مسلمانان بود، همه والیان و قاضیان و همه مسئولان دولت را به نهایت سخت نظارت میکرد. حتی بار خود همین حضرت ابو هریره را به تفتیشی میتوان گفت کرپسیونی دعوت کرد. وقتی به خلیفه خبر رسید که حضرت ابو هریره 10,000 درهم دارد، 10,000 درهم یعنی 10,000 تنگه نقره،
والی منطقه بحرین. او را فوراً به مدینه جیغ زد و پرسید که این سرچشمه درآمدی تو، این مال از کجا به تو رسیده؟ این مال را از کجا یافتی؟ حضرت ابو هریره البته با دلایل اثبات کرد که مال شخصی خودش است و هیچ شبهه‌ای در این مال وجود ندارد و حضرت عمر نیز دلیل ها را دیده قانع شد و این زهادت حضرت ابو هریره، این که راوی اسلام است، 5700 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله برای مسلمانان روایت کرده، این همه زهد و تقوای او مانع نشد که حضرت عمر او را صرف نظر کند. همین که خبر رسید که 10,000 درهم دارد، او را جیغ زد و تفتیش کرد. بدین خاطر دوستان عزیز می‌بینیم که دین از دولت جدا نیست. این در دین نصرانیت، در دین یهودیت امکان دارد و چنین هم هست، اما دین اسلام دین کامل و شامل است. همه جنبه‌های حیات مسلمان را فرا می‌گیرد، از حیات فردی تا حیات اجتماعی، از زراعت تا صناعت تا سیاست. هیچ حکم، هیچ فعالیتی نیست مگر که اسلام برای آن احکام و آداب تعیین کرده است. در حفظ و امان خداوند باشید.